پسر به نام هواش رضا بلند در کن. اونجا کار میکرد. برش میزد، اتو میکرد و حتی گاهی اوقات جاروی به زمین میکشید. اما بیخبر از آینده‌ای که در انتظار او بود، بیخبر از روشنی به مثل طلوع آفتاب، آفتابی که گرمایش بیش از پیش زندگی رضا را گرم ساخت. ستاره افغان. قبلا اختیار تعاطی کنم در مرور زمان در مرور روز بیشتر از 3 جور لباس دخترم میترسم. حالا الحمدلله از روزی که دست برنامه صرف خانه آمدم مشتری من خوب شده، کاربار من رونق پیدا کرد. برنامه‌ای که زندگی یک انسان را به آسمان ها میبرد، خوابها را به حقیقت تبدیل میکند و انسان را به شهرت میرساند. مثلا براتون بزنم یک مثال بسیار خوب. مثلا در یک فیلم ما سوی لشکر بودم یک وقت دیگه، حالی الحمدلله دیگه نقش مرکزی رو در فیلم باز میکنه. رضا به مرحله پایانی ستاره افغان را یافته و حالا مردم او را دوست دارند. بسیاری ها برای دیدن رضا لحظه شماری می کنند. عکس‌های او را بر دیوار خانه هایشان آویزان می کنند و با دیدن رضا نام او را فریاد می زنند. این است ستاره افغان. چراغان کردن مینایی قد شمشاد را کچ کچ چراغان کردن مینایی و شامی کلکلت مهدا پنهان کردن مینایی و شامی کلکلت مهدا پنهان کردن مینایی عزیزم نمیخواند ز بلکی یا ز فامیل دل سو کشبسی دل سو کشبسی دل سو کشبسی. اما حسن جمالت یک طرف زلفی تو در یک سو سشیرینی دهانت یک طرف زلفی تو در یک سو سرنام و مثالت یک طرف زلفی تو در یک سو عزیزم نمیداند سی تزمینان چابی با تا شاخی نباتی با تا شاخی نباتی با تا شاخی نباتی با تا شاخی نباتی. اگر عاشق بخوانم پیش را کنی تو میرنجد عزیزم بگو از سوی یمانی آنی با تا جاره نداری با تا جاره نداری با تا جاره نداری با تا جاره نداری. رضایی میراد و مقام پلایی رو بسیار زیاد نزدیک ساختیم. انگار یک ترسیده ما رو میشه خدا خوشحال میگه یک ذره. خوشحال هستیم موجه جان. خوشحال هستیم موسیقی زد. موجه جان طرف قواره رضا یک دفعه سعی کن. قواره اولی رو کشیده. قواره مقام اول کشیده. مگر همه چیز به دست هموطنهای عزیز ماست. کلید محترم در دیه به مردم است و تصمیم و هموطنهای عزیز ما گرفتن. رضا چی پیش بینی میکنی نتیجه برنامه امشب؟ 100% ماست. 100%؟ بله بله. تمام اطمینان خاطر دارم انشالله. از آن چیزی نکرد. خوب پیش بینیم نه؟
میگم من مجد جان دیدی میگم من 100% مطمئن هستم چی کنیم؟ قبلا که بود ماکین 99.5% بود حال 100% است. بیشتر که دست میگم 100% که اطمینان داری دیگه ماکین الکوزای در اونجا پایه‌اش سستی کرده مورا یک ذره آب روش بزن تشکر از خودت رضا جان شکر از خودتان. و انال نوبت